این چند نفر تصمیم میگیرن که برن و کوه اورست رو فتح کنن. ولی وقتی یکم بالا میرن به یک شکاف میرسن که با نردبون به هم دیگه وصل شده و حالا باید دونه دونه از روی این نردبون رد بشن. خریدین که چرا پولشو دادم بفرستن واسط. ولی یکی از مردا آماده میشه که از روی پل رد بشه، ولی وقتی به وسط پل میرسه یه تیکه از کوه کنده میشه و مرد از نردبون آویزون میشه و نمیتونه خودشو به بالا بکشه. و یکی از مردا از دوستش میپرسه که آیا این نردبون وزن 2 نفر رو تحمل میکنه؟ و مرد تناباشو میبنده و به سمت نردبون میده، ولی وقتی به مرد میرسه